ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر یک اعلان به توجه ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه رسانید که هفتم هشتم سپتامبر سال 2022 از ساعت 17:00 دقیقه تا 22:00 دقیقه حرکت نقلیات در کوچه و خیابان‌های رودکی، سامانی، شیروزه و ناصر پایتخت محدود کرده می شود. بازرسی دولتی اتومبیلی گفت محدودیت‌های جاری شده برای واسطه‌های نقلیات در کوچه و خیابان‌های مرکزی پایتخت به خاطر استقبال 31 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان جاری کرده می شوند، چون که روز 8 سپتامبر بخشیده به عید استقلال در پایتخت یک سلسله برنامه‌های فرهنگی و فراغتی برگزار می‌گردند. بازرسی دولتی اتومبیلی گفت اینچنین در این 2 روز واردشوی واسطه‌های نقلیات از دیگر منطقه‌ها به شهر دوشنبه نیز محدود کرده می شود. ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی از شهروندان خواهش کرده است که در روزهای برگزاری چهاره‌بینی مذکور عیدانه از استفاده ماشین‌های شخصی خودداری نموده از واسطه‌های نقلیات جمعیتی استفاده برند.